امروز می‌خوایم یکی از دیوانه‌وارترین سوالات علمی چی میشد اگر یه گلوله با سرعت نور به سمت زمین شلیک بشه رو بررسی کنیم. بیایید فرض کنیم یک اسلحه فوق پیشرفته در فضا داریم که میتونه یه گلوله معمولی رو با سرعت نور شلیک کنه. اما این گلوله چقدر بزرگه؟ قطرش 1 سانتی متر و وزنش 11 گرم و جنس ادسورب خالص باشه. حالا به مقایسه سرعت نور میرسیم. سرعت نور 300,000 کیلومتر بر ثانیه است. برای درک این سرعت انگار 80 بار دور کره زمین رو در 1 ثانیه بریم و یا 7.5 بار رفت و برگشت به ماه بریم در 1 ثانیه که خیلی فیلم هندی دیدن ما رو تایید میکنه. اما این یک مشکل اساسی به وجود میاره. طبق نظریه نسبیت انیشتین هیچ جسمی که جرم دارد نمیتواند به سرعت نور برسد. ولی بیایید فرض کنیم این کار ممکن است. دوستان دارم میگم فرض کنیم، تاکید میکنم فرض کنیم. حالا بیایید انرژی این گلوله رو محاسبه کنیم. با استفاده از معادله معروف انیشتین انرژی مساوی 1/100 کیلوگرم ضرب در 300,000 متر بر ثانیه. این می شود 989 تریلیون ژول. برای درک این عدد عجیب این انرژی مدل 236,000 تن TNT است. 16 برابر قدرتمندتر از بمب اتمی هیروشیما یا برابر با انرژی 2300 رعد و برق قوی. حالا وقتی این گلوله به زمین برخورد کند چاله‌ای به قطر 500 متر و عمق 150 متر ایجاد می‌کند. شوک موجی با سرعت 8000 کیلومتر بر ساعت تولید می‌شود. دمای معادل 100,000 درجه سانتیگراد در نقطه برخورد. اما حسرات هم به همینجا ختم نمی‌شود. زلزله 8 ریشته‌ای بر شعاع 100 کیلومتری، سونامی اگر در اقیانوس برخورد کند، پرتاب گرد و غبار به جو بالا و تغییر آب و هوا. پیامدهای جهانی این برخورد زمستان هسته‌ای برای چندین سال، نابودی محصولات کشاورزی در سطح جهانی، انقراض گونه‌های بسیاری از حیوانات. پس نتیجه می‌گیریم که حتی یک گلوله کوچک با سرعت نور می‌تواند تمدن بشری را نابود کند. اما خوشبختانه قوانین فیزیک از این اتفاق جلوگیری می‌کنند. پس می‌توانید راحت بخوابید. اگر این ویدیو را دوست داشتید، حتما سوالات علمی عجیب خودتان را در کامنت‌ها بنویسید. فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی را از دست ندهید. چی می‌شد اگر خورشید ناگهان ناپدید شود؟